اگه هنوزم والپیپر ساده انتخاب میکنی برای گوشیت، تو این ویدیو با من همراه باش تا بهت نشون بدم چطور یه والپیپر حرفه‌ای بسازی و همه رو شگفت زده کنی فقط با چند تا کلیک ساده. میریم توی فوتوز، اون عکسی که قبلا انتخاب کردیم برای والپیپر 3 نقطه‌ش رو میزنیم و اینجا داپلیکیتش میکنیم. میریم روی عکسی که داپلیکیت شده، این پایین ادیتو میزنیم، توی تب ادجاست بریم توی قسمت رنگا سچوریشن و اینو منفی 100 میکنیم، دانو میزنیم. بعد میریم توی قسمت ستینگ، توی والپیپر اد نیو والپیپر رو میزنیم، اینجا فوتوشافل رو انتخاب میکنیم و ست فوتوز منوالی رو انتخاب میکنیم. از این قسمت میریم توی کالکشن و در سیفت و این دوتا رو انتخاب میکنیم، ادو میزنیم. بعد از این که ادو زدیم، این پایین توی 3 نقطه آن تپ میزنیم، بالا سمت راست ادو میزنیم، ست از والپیپر و تمام. حالا ببینید وقتی نتیجه کار رو ببینین، وقتی که گوشی رو لاک بکنین و روی بک‌گراند بزنین، بلافاصله از حالت روشن به تیره تغییر میکنه. اگه دوست داشتین لایک کنین ویدیو رو و حتما چنلمو سابسکرایب کنین، چون اینجا کلی انرژی مثبت ازتون میگیرم و کلی نکته مفید و کاربردی بهتون یاد میدم.